سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: اعزام یک هیئت فنی و مسلکی وزارت معادن و پترولیم افغانستان به ازبکستان، سفر ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی افغانستان به عمان و دیدار وزیران خارجه عمان و ایران در تهران و بحث روی تحولات منطقه‌ای و بین المللی. امروز یکشنبه 21 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: یک هیئت فنی و مسلکی وزارت معادن و پترولیم بر رهبری رؤسای انستیتوت معادن و تفتیش تکنیکی به منظور اشتراک در برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت و رشد مسلکی برای مدت 28 روز عازم ازبکستان شد. وزارت معادن و پترولیم میگوید که هدف اساسی این سفر بازدید از بخش‌های مختلف فنی لابراتوارهای معیاری، آشنایی با تجهیزات و روش‌های پیشرفته لابراتواری و تبادل تجارب علمی میباشد. این سفر در چارچوب همکاری‌های فنی و علمی میان افغانستان و ازبکستان انجام شده و تمرکز آن بر بهبود معیارهای لابراتواری، کنترل کیفیت و ارتقای ظرفیت‌های فنی در بخش‌های معادن گفته شده است. شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی به هدف گسترش همکاری‌های علمی در رأس یک هیئت عازم عمان شد. وزارت تحصیلات عالی میگوید که قرار است آقای ندیم در این سفر با مقامات عمانی دیدار و درباره تقویت روابط علمی میان دو کشور گفتگو کند. وزیر تحصیلات عالی همچنان در جریان این سفر از نهادها و مراکز علمی در این کشور بازدید خواهد کرد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در سال جاری 2.5 تن عسل از ولایت قندهار به کشورهای خارجی صادر شده است. این وزارت افزوده که در حال حاضر میزان تولید عسل و کشت ریحان در این ولایت افزایش چشمگیری یافته است. و در اخیر بدر بن الحمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که آقای البوسعیدی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت دو طرف بر گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، انرژی و گردشگری تاکید کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و ایکس.